شاهکاری‌های ادبیات جهان، بهترین نمونه‌های نظم و نثر جهان. شاهکاری‌های ادبیات جهان، نیروبخش معرفت، شکوفایی شعور و پرتوافشانی فروغ فضل و حکمت در خانه دل شما. از ارمغان معنوی شاهکاری‌های ادبیات جهان بهره‌مند شوید. شاهکاری‌های ادبیات جهان از رادیوی فرهنگ. درود به دوستداران برنامه‌های ادبی رادیوی فرهنگ. گفتارمان را از سلسله خوانش بدیعی شاهکاری‌های ادبیات جهان آغاز می‌بخشیم. گفتار 16 را از روی رمان مارتین ایدن نویسنده آمریکایی جک لندن در قرائت عبدالجلیل امان بشنوید. روف باشد به او می نگریست و سرش با همان اندیشه های ناگهانه و اصرارکارانه شوهرکنی اندرمان بود. شما آدم مشهور شدن می خواهید؟ بنا خواست پرسید وی. ها، احتمال راضی شد مارتین، لیکن این چیزی اساسی نه. ما را از شهرت دیده راه آن به مراق آورده است. غیر از این شهرت به من در کار دیگر مددگار می شد. راستی گپ را گویم، من برای یک چیز شده مشهور شدن می خواهم. من هیچ چیز را پنهان نمی دارم، وعده داد روف، ولی در عین زمان یک گوشه دلش غش کرد که امروز با او صمیمی نبود و نمی دانست که من بعد صمیمی شده می تواند یا نه. زد و خوردی نخستین با وقوع آمد. گفت مارتین به عکس خود در آینه یگان 10 روز پس، لیکن زد و خوردی دوم می شود، سیوم می شود و تا دمی که او فکرش را به آخر نرسانده کلبه حقیرانه خود را از نظر گذرانید و چشمش غم‌انگیزانه به کنویرت‌های کلان که در یک گوشه توپ شده می‌خوابیدند افتید. کهنمیزی قدردانم، گفت او، من در سری تو ساعت‌های ساعتمندی را گذراندم و تو همیشه دوستی وفاداری من بودی. تو مرا هرگز از خود دور نمی کردی، با ناز و نوزی بی مورد نمی رنجیدی، از گرانی کار نالیش نمی کردی. او آرنج‌هایش را به میز تکیه داده رویش را با دستانش پوشید. چیز گلوگیرش می شد. می خواست اینان گیریه را رها کند. جنگ نخستینش به خاطرش آمد. آن وقت مارتین پسر بچه 6 ساله، آبی چشمش 6 قطار، ضربه های پسر بچه دیگر را که از خودش 2 سال کلان بوده با تمام قوه او را مشت تا مشت کاری میکرد گردانیده بود. او دوره زیچی پسر بچگانی را دید که هنگام خونی از بینیش روان و با آبی دیدگان 6 قطارش آمیزش یافته را فرو برده نهایت از پا افتادنش غریوی داد صفت برداشته بودند. به همین منوال او همه روز با دلی ریش و جسمی آبگار علم بیمیست و مانندی پر صبری را از بر کرده کشاله شده به سوی دروازه مطبعه می رفت و در آنجا دشمن ازلی خود بشره روغنی را می دید که نیز مثل او بجان آمده بود و اگر اغوای و فتنه پسر بچه های گزیت فروش که وی در نزد آنها نامی شرمندگی را گرفتن نمی خواست نمی بود، این جنگ و پرخاشا را بدیل و جان بس می کرد. روز بعدی زد و خوردی شدیدی 20 دقیقه‌ینه که در رفت آن همه قانون و قاعده جنگ با پا نزدن، پیچلک نانداختن و شخصی افتیده را نزدن رعایه کرده می شد. بشره روغنی کلویده به زور نفس کشیده تکلیف کرد که کار را به دورنگ انجام دهند. روز دیگر جنگ از نو سر شد و مثل پیشتر همه روز برپا می گشت. هر دفعه در اولی زد و خورد مارتین از غایت درد سخت عذاب می کشید، ولی بعد درد سست می شد و گویا این در خواب باشد از خشم و غضب بی خود شده
و در پیش خود تنها استخوان‌های رخسارهای پهن پهن و چشمانی مثل چشمان حیوان وحشی فروزان بشره روغنی را دیده زناشزنی میکرد. اینک روزی رسید که مارتین در وقتی مقرری به نزد دروازه مطبعه آمده بشره روغنی را ندید و آن روز نآمد. پسر بچه ها بشره روغنی تسلیم شد، گویان مارتین را تبریک میکردند. اما مارتین از چنین نتیجه ممنون نبود. او بشره روغنی را مغلوب نکرده بود، بشره روغنی نیز او را مغلوب نکرده است. جنجال یک طرفه نشده بود. مارتین خیالاً چندین سال را جهیده گذشته و خود را در گلیارکه تئاتر بدید. او به 17 قدم میماند و به همین قریبی به سفری بحر برگشته بود. در بین تماشابینان جنجال سر زد. کسی دیگر را تیله داده است. مارتین به جنجال قطعی شده و به چشمان فروزان دشمنان دیرین خود بشره روغنی دوچار آمد. بعد تماشا من پوستت را میکنم فشاش زد به مارتین دشمنش. مارتین سر جنباند. به جای جنجال شتابان ناظری ترتیبات می آمد. بعد تماشا به نزد در وا میخوریم. پیچ راست زد مارتین و چنین وانمود کرد که تمام دقتش به حادثه های در صحنه روی داده ایستاده بند است. ناظری ترتیبات یک به آنها نظری افکند و مانده رفت. تو همراهان داری؟ پرسید مارتین از بشره روغنی بعد از آن بعدی به آخر رسیدنی پرده. البته. پس من هم 2-3 کس را جیغ میزنم، گفت مارتین. رقیب دودیله شد. مارتین این را حس کرد، ولی بشره روغنی طبیعتاً عزت پرست بود و نمیخواست که در پیش نظر این قدر تماشابین شرمنده و شرمسار گردد. خیر، برا بانگ زد و گپ دراز نکن تا آخر باشد تا آخر. پس آنها مشتا را فشرده با تمام جوش و خروش جوانی به سر سودایی زدن و شکستن و معیوب کردن مثل 2 نواس به هم در افتادند. خدایا، از حیوان هیچ کمی نداشته بودیم. تپ تیار حیوان وحشی، نالیش کرد مارتین تفصیلات این زناشزنی را به خاطر آورده. چنین می‌نمود که آنها آدم نه بلکه 2 گردبادی شدیدی به هم حمله آوری بودند. وقت می‌گذشت. هر 2 دسته هم خاموشانه دم به درون کشیده می‌ایستاد. آنها تا به حال چنین خشم و غضب را ندیده بودند و آن دلهاشان را به ترس و هراس می‌انداخت. در پیش نظرشان 2 حیوان وحشی از خودی آنها دیده خونخوارتر زد و خورد داشتند. هر 2 گروه نعره‌کشان و دشنامدیهان به یکدیگر در افتادند. کم مانده بود که زناشزنی عمومی صورت گیرد و آنگاه مارتین تشنگی انتقام را شکسته نمی‌توانست. قهر و غضبش جوشیده رفت. کنی پس گردید، بانگ زد او. همه پس گردد. فهمیدید. هر 2 گروه خود را عقیب کشید. آنها حیوان وحشی بودند، لیکن مارتین از حیوان وحشی هراسانگیز می‌گذرانید و همین وحشت آنها را مجبور ساخت که سری اطاعت فرارند. زد و خورد از نو سر شد و هرچند که هر 2 رقیب تماما از مدار رفته بودند، با وجود این تا دمی که توده وحشی احاطه گرفته از خون سیر شده ترس و هراس را حس نکرد و آنها را به بس کردن جنگ مائل ننمود، به سر یکدیگر باران مشت و ضربه می ریختند. بشره روغنی که به زور به پا می ایستاد و از ضرب شته و شلاق قیافه آدمی را گم کرده حیوان دهشت انگیز را گرفته بود، لحظه دودیله شد، ولی مارتین به او در افتاده همان ضربه باران می کرد. باز می خواهی؟ گپ زن. باز می خواهی؟ او گشته و برگشته می پرسید. اصرارکارانه جواب می خواست و بناخواست حس نمود که رفیقانش او را داشته گرفته که شاله می کنند. زور زده کرتکش را پوشانیدند. این دم بناخواست از هوش رفت. ساعتی روی میز زنگ زد ولی مارتین آن را نشنید و همانا رویش را با دستانش پوشانیده می نشست. چیزی به گوشش نمی در آمد، فکری به سرش نمی آمد. همه این چنان تأثیر بخش بود که او چون همان شب در بالای پل کوچک 8 دوباره از هوش رفت. در مدت چند دقیقه او را ظلمات و خالگی پیچانیده گرفته بود. سپس چون مرده‌ای زنده گشته جسته از جا خیست. چشمانش می درخشیدند، سر و رویش
عرقشار بودند. به هر حال من تو را مغلوب کردم. به شرح روغنی بانگ زد او. به من برای این 11 سال لازم آمد، لیکن من تو را مغلوب کردم. او از جا خیست و به آینه نگریست. اکنون تو از این افلاسی خزیده بالا شدی مارتین. با آهنگی تنتننا گفت او به خود. چشمانت روشن شدند، دستت به ستاره ها می رسد، حیاتی خوش به سر داری و میراثی گرانبهای اثرها را از آنهایی که آن را صاحبی می کنند با جنگ و جدل کشیده می گیری. او با دقت به خود نگریست و خندیده فرستاد. اندک عصبی شدی و به هیجان آمدی. خیر، باکی ندارد. تو یک وقتا بشره روغنی را مغلوب کرده بودی. تو ناشیران را نیز همین خیل مغلوب میکنی. بگذار برای این از 11 سال زیادتر وقت لازم شود. تنها زینهار در نیمه راه نماند. پیش رفت. مادام که مبارزه است تا آخر باید مبارزه کرد. زنگ ساعت مارتین را چنان یک بار از خواب بیدار کرد که آدمی جسمان ضعیفتر از این یقین سرش به درد می در آمد. اگرچه خوابش سخت برده بود، ولی مثل گربه همان لحظه از خواب خیست و خرسند بود که 5 ساعتی غفلت گذشت. او خواب را بد می دید. کارهای بسیاری کردن و سنجش‌های بسیاری زندگی را از سر گذراندن لازم بود، ولی روز از روی ترتیبات مقرری جریان نیافت. حکایه آغاز یافته نبود که تمام کردنش لازم باشد. فکری تازه نبود که برای کاغذ آورد. مارتین کار را دیروز خیلی به وقت تمام کرد و حالا وقتی نهاری نزدیک می شد. بله، او باید کودکان بیچاره، کودکان شرم سارگشته خود را که کسی با آنها سرپناه دادن نخواست ترک کند. او خم شده به سر کردن دستنویس‌ها در آمد و گشته و برگشته جایهای دلپسندش را خواند. دیگ و سرگذشت را حتی با آوازی بلند خواند. او علل خصوص از حکایه خرسندی که دیروز نوشته به سبب نبودن مرکب به گوشه هوا داده مانده بود قناعتمند گشت. نمی فهمم، غرغر کرد او. ممکن است این را محرران نفهمند. با آنها باز چی لازم؟ آنها چیزهای از این برتر را چاپ میکنند. عموما همه قریب همه آن چی که چاپ میکنند از این حکایه خیلی و خیلی بدترند. بعد نهاری او ماشینکه‌ای خط نویسی را به جلدش انداخته آن را به آکلند برد. من برای 1 ماه قرضدارم، گفت او به خدمتچی دکان. به خوجین گوید که من به کار رفته ایستادم و همین که بازگشتم قرضم را صاف میکنم. 1 ماه بعد او به آمد سوار شده به سان فرانسیسکو گذشت و به اداره میان رفت. چه خیل کار باشد من راضی، سر کرد مارتین. ولی سخن او را آمدن آدمی نو برید. آدمی نو آمده در بر سر و لباس ارزانی بالانشینی داشت که کارگرانی میل زندگانی نازک داشته پوشیده می‌گردند. آدمی که در پس میز می‌نشست مایوسانه سر جنبان. نخواد هیچ کس یافت نشد. پرسید آدمی نو آمده، لیکن من همین روز باید حتما یکان آدم یابم. او پس گشته به مارتین نگریست. مارتین باشد به او نگریست و چهره بسا زیبا ولی رنگ پریده و پژمرده دید که آدمی شب به عشرت گذرانیده را میماند. کار گفته گشته ای؟ پرسید او از مارتین. از دستت چی کار می آید؟ هر کاری وزین از دستم می آید. بهره‌نوردی را می دانم، در ماشین که چاپ می کنم، استنوگرافی را نمی دانم، اسب سوار شده می توانم، عموما هر چی لازم باشد کرده می توانم. آن آدم سر جنباند. خیر می شود، نام من داوسون، جا داوسون. به جامعشوی خانه به خودم یاردمچی کافته گشتم، لیکن کار نهایت وزین علاوه کرد جا. مارتین مشکای از زیر آستین دمیده برآمده‌اش را سیله کرد. من از کار نمی ترسم. خب، گپمان پخت. جا پیشانیش را پلماسید. بلا زند. تا حال هم چشمانم سیاهی میزنند. دین از حد زیاد نوشیدم. شرط و شرایطش انا این خیل. با تو کس $100 و خانه. من $60 میگرفتم. یاردمچی هم $40. لیکن وی
بچه کار را میدانست تو باشی آدمی نو. وقتای اول من باید به جای تو بسیار کار کنم. فرض کنیم که تو از $30 سر کرده آیسته آیسته به 40 میرسی. من فریب نمیدیم. همین که آموخته شده حقانی کار میکردگی شوی $40 را گرفتن میگیری. مارتین میگه که بین او و این آدم چی جری بزرگی واقع گشته است. جری که کتاب ها به وجود آوردند ولی گذشتن از این جر برایش دشواری نداشت. او تمام عمرش را در بین آدمان صنف کارگر گذرانده است و حسی رفاقتی مهنتی در طینتش مقام کلانی داشت. مارتین خسته و مانده شده و سر و رویش چنگ و غبارآلود بیگاهی روز یکشنبه به چشمه های گرم آمد. او را جا از شادی به کرته نخونجیده پیشواز گرفت. جا سرش را برو پاکونی تر بسته بود، چرا که روزی دراز کار کرده است. برای تراکی را کردن رفتم و یک قسم جامه‌شویی هفته گذشته ناشسته مانده بود. شرط داد و بغاجت بی آسیب آمد. به حجرت در آورده ماندم، لیکن من به تو گویم خودشم زیل برین بوده است. این قدر شیرا انداختی چلا پاره ها کنه. مارتین به کشادن جامدان سر کرد. جا باشد بله بکتی او نشست. انیخترش این جامدان نبود بلکه قوطی شیشه های کنسرو بود که برای آن میستر خیگینتون بوتم از مارتین $0.5 ستانیده است. مارتین به قوطی 2 دسته ریسمانی بسته آن را به یک چیزی جامدان نما تبدیل داده بود. هنگامی که پس از یک چند قبط سر و لباس از قوطی پسی هم کتاب برآمدن گرفت، چشمان جا کلان کلان کشاده شدند. مارتین میاری خوابی 5 ساعتی خود را به خاطر آورده تبسم کرد. حجره او در بالای جامه‌شوی خانه واقع گشته و در همین بنا موتوری که آب میکشید قوه الکتر میداد و ماشین های جامه‌شوی خانه را به حرکت می در آورد. جای گرفته بود. مکانیکی که در حجره شفت میزیست برای شناسایی به نزد مارتین در آمده و او برای در نوگی سیمی دراز نشاندنی لامپوچکه الکتری کمک رسانید و اکنون آن را از میز تا به نزد جایگاه بردن ممکن بود. مارتین خستگی سخت را حس کرد و 14 ساعت به ایست راست ایستاده کار کردنش را از یاد برآورده از خستگی خود حیران میشد. او زنگ ساعت را به 6 موافق گردانده 5 ساعت را شمرده جدا کرد و تا ساعت 1 کتاب خواندنی شد. برای آنکه پایهایش را دم دهد کفشش را کشید و به سر میز نشسته در گرد و پیشش کتاب خون کرد. روز سه‌شنبه نیز عیناً همین خیل با شدت کار کردند. چست و چالاکانه کار کردن جا مارتین را شفق و ذوق میبخشید. حتی شیطان با او بس نمی آمد. او در ظرف روزی دراز لحظه را بیهوده نمی گذرانید. فکر و ذکرش به تمام به کار بند بود و دم به دم مارتین را خاطررسان می نمود که در گوجا به جای 5 3 و به جای 3 2 بار حرکت کردن ممکن است. آنها یک زوم دم نگرفته کار میکردند. جا یک کار را به انجام رسانیده چیزی را نگران نشده و چیزی را موقوف نگذاشته خودی همان لحظه به کار دیگر میچسبید. این بیگاه آنها چینهای لباسهای نفیس زنانه را آهر داده تا ساعت 10:30 کار کردند. حتی در مملکت‌های تروپیکی کار از این سبکتر خنده کنان گفت مارتین. لیکن در آنجا کار کردن با من موافق نه. با آهنگ جدی اعتراض کرد جا. از دست من بغیر از این کار دیگری نمی آید. لیکن در این کار تو استخوان نداری. نباشه چی؟ من از 11 سالگی به کار سر کردم در اوکلند. در نزد دیگ بوغی حلاجی می ایستادم. روزهای چهارشنبه همیشه شبانه کار کردن راست می آید. گریبانچه ها، سراتین ها. مارتین باز زنگی ساعت را تافت، به سر میز نشست و کتابی فیسک را کشاد، ولی جمله هم خوانده نتوانست. سطرها در پیش چشمانش به رقص در آمده و خودش پینک می رفت. پس چون دیگر مجالی با خستگی مبارزه بردن نداشت، چی کار کرده ایستادنش را خودش هم نفهمیده، سر و لباسش را کشید و خود را به کت پرداخت. خیلی خواندی؟ پرسید او را جا.
مارتین به علامت این کار سر جنباند. هیچ گپ نه، تسلی داد او را جا. ما شبانه غوله را به کار می اندازیم، پگاه کار را در ساعت 6 تمام می کنیم. انا آن وقت کتابخانه می شود. шунавандагони арҷуманд, шумо хониши бадеиро аз рӯи романи Мартин Идени нависандаи амрикоӣ Ҷек Лондон дар қироати Абдуҷалили Амон шунидед. поёни гуфтори 16. Коргардон Даврон Соҳибзода шоду сарбаланд бошед.